جهان ما و فراتر از آن، برنامه فضا با همکاری آژانس فضایی اروپا. 25 ماه مه اولین فضاپیمای متعلق به بخش خصوصی برگی از تاریخ فضانوردی را ورق زد و وارد ایستگاه بین‌المللی فضایی شد. برای اولین بار در تاریخ فضانوردی یک شرکت خصوصی طعم موفقیتی را چشید که پیش از این تنها دولت‌ها می‌توانستند به آن دست یابند. ساکنان ایستگاه فضایی به دراگون خوش آمد میگویند و کیلومترها آن سوتر ایلون ماسک غرق در شادی می شود. قابل اطمینان بودن مهمترین هدف ما بود، اما پس از آن دومین هدف مهم ما یافتن تکنولوژی‌هایی بود که بتوانیم به کمک آنها هزینه سفر فضایی را کاهش بدهیم. نوآوری‌هایی که به بسیاری از آنها دست یافته‌ایم. مهمترین تحولی که در پی آن هستیم یافتن راهی برای استفاده مجدد از فضاپیما است، درست مثل هواپیما. ساکنان ایستگاه بین‌المللی از جمله آندره کویپریس استرالیایی از اینکه فضاپیمای دراگون لوازم مورد نیاز آنها را رسانده خوشحالند، اما سوالی که باقی مانده این است که آیا شرکت اسپیس ایکس قادر است از این طریق به سود هم برسد؟ آیا قادر خواهد بود دوباره از فضاپیماهایی که مأموریت داشتند استفاده کند؟ تاکنون اسپیس ایکس نیمی از سرمایه مورد نیاز خود را از ناسا دریافت کرده است، مبلغی معادل صدها میلیون دلار. تا سال 2017 میلادی شرکت‌های خصوصی فضانوردان را به فضا می‌برند. این اتفاق بزرگی است. برای دهه‌ها ناسا از شرکت‌های خصوصی برای ساخت قطعات و ماشین‌آلات خود استفاده می‌کرده است. اما برنامه جدید کاخ سفید این است که به طور کامل برنامه‌های فضایی دولتی را به عهده بخش خصوصی بگذارد. ناسا فقط به برنامه‌های تحقیقاتی درباره فضا می‌پردازد و به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد که خودشان فضاپیماها را طراحی کنند و آنها را به فضا بفرستند. ما به جای خرید فضاپیماها خدمات حمل و نقل فضایی را خریداری خواهیم کرد. به این ترتیب ما می‌توانیم همچنان نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی مطمئن باشیم. در این حال ما قادر خواهیم بود به نوآوری‌های بیشتری دست پیدا کنیم، چرا که شرکت‌های خصوصی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا شرکت‌های با سابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در اروپا چند شرکت نیمه دولتی وجود دارند که البته زمینه فعالیتشان محدود به ارتباطات راه دور ماهواره است، اما انتظار می‌رود که شرکت‌های خصوصی نقش بیشتری را در این صنعت به عهده بگیرند. از آنجایی که چنین زمینه فعالیتی جدید بوده است، حمایت دولتی از آن ضروری است. از طرف این صنعت به آن اندازه قدرتمند است که شرکت‌هایی که در جستجوی فرصت‌های جدید هستند بتوانند بدون نیاز به کمک‌های مالی دولت‌ها راه خود را بروند. شرکت‌های خصوصی آمریکایی با در اختیار گرفتن پروژه‌های رها شده از میراث علمی ناسا بهره مند می‌شوند. یکی از این پروژه‌ها پروژه اقامتگاه بادی در فضاست که ناسا تا سال 2000 میلادی درباره آن تحقیق می‌کرد. شرکت بیگلو ایرواسپیس از اصول مشترکی برای پیشبرد پروژه‌هایش استفاده می‌کند. ناسا ایده اقامتگاه بادی را در سر داشت، اما این اشکال دارد که ناسا را فقط یک شرکت مهندسی پاورپوینت تصور کنیم. آنها ایده ای را در سر می‌پرورانند، اما کنگره بر سر راهشان سبز می‌شود و جلویشان را می‌گیرد. حالا ناسا این ایده را ارائه کرده است، اما این به عهده ما گذاشته شده که آن را با تمام جزئیاتش به اجرا در بیاوریم. این شرکت دو نمونه کار از اقامتگاه‌های بادی را ارائه کرده است که ضمن ایجاد فضای بزرگی برای اقامت، افراد را از خطر اشعه‌های مضر حفظ می‌کند. این شرکت به دنبال همکاری با شرکت اسپیس ایکس و دیگر شرکت‌های حمل و نقل فضایی است تا بتواند مسافران معمولی را روانه فضا کند. کمبود قوانین در این زمینه اجرایی کردن این ایده را آسان کرده است. در حال حاضر کارها ساده هستند، چرا که در واقع از طرف دولت فدرال هیچ نظارتی بر فعالیت‌های فضانوردی نمی‌شود. البته ما اداره هوانوردی فدرال را داریم که به فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی در این حوزه نظم می‌بخشد، اما هیچ مقرراتی درباره فعالیت در مدار زمین وجود ندارد. تاکنون کلیه فعالیت‌های فضایی بر اساس مجموعه‌ای از مقررات صورت می‌گرفتند. کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که در دهه 60 میلادی امضا شدند، این مقررات را ساماندهی کردند
کردند. به طور مشخص این مقررات ملاک تعیین مقصر در صورت بروز حوادث است. به نظر من حضور بخش خصوصی از دو وجه قابل ملاحظه است. وجه اول حضور آنها به عنوان پیمانکاران آژانس‌های فضایی است. آنچه که ما همکنون در رابطه با ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌بینیم. در این صورت آژانس‌های فضایی بخشی از کنترل پروژه را در دست دارند. شرکت‌های خصوصی همین حالا توانستند فضاپیماهای خود را روانه فضا کنند. اما در 10 تا 15 سال آینده می توانند ایده های خود را برای درنوردیدن فضا هم پیاده کنند. البته چنین فعالیت های همچنان تحت نظارت دولت انجام خواهد شد، چرا که در نهایت این دولت است که در برابر خسارت های احتمالی مسئول خواهد بود. It will be up to private individuals to decide what kind of scenario, what kind of operations they want to conduct in space. در ایالت کلرادوی آمریکا یک پروژه رها شده دیگر از سر گرفته می شود. ناسا پروژه قایق نجات را برای بازگشت اضطراری از ایستگاه فضایی طراحی کرده بود. حالا دریم چیسر در حال پشت سر گذاشتن آزمایش‌های آیرودینامیک است تا به عنوان تاکسی فضایی پا به عرصه بگذارد. یک خودروی چند بار مصرف که افراد را از زمین به مدار زمین میبرد و آنها را از مدار زمین به زمین باز میگرداند. ایده چنین طرحی از یک محصول روسی گرفته شده است. این محصول روس را کارشناسان مرکز تحقیقات ناسا تحلیل کردند و متوجه شدند که خصوصیات جالبی دارد. این محصولی با دوام بود که با وجود عبور از اتمسفر برای ادامه پرواز به کنترل چندانی نیاز ندارد. هزاران ساعت بر روی این پروژه کار شده بود. وقتی که شرکت ما تصمیم گرفت که بر روی این پروژه کار کند، ما فهمیدیم که بهتر است از پروژه‌ای کار را از سر بگیریم که ناسا قبلا روی آن تحقیق کرده است. ما به سراغ ناسا رفتیم و از آنها نتیجه آزمایش‌ها را پرسیدیم. آنها هم به عنوان یک شرکت دولتی موظف به ارائه این اطلاعات بودند و آن را به ما دادند. انتظار می‌رود که دریم چیسر در سال 2014 میلادی به فضا فرستاده شود. یک پرواز قائم به فضا با برگشتی به صورت مایل به زمین، همان اتفاقی که برای شاتل ها می‌افتد. اما ایمن‌تر و ساده‌تر. دریم چیسر این قابلیت را مدیون سیستم پرتابش است. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم سیستمی را برای مدارهای نزدیکتر زمین بسازیم. سیستمی که به شرکت‌های خصوصی اجازه حمل و نقل به فضا را بدهد. البته با کمک ناسا. حمایت ناسا به ما اجازه می‌دهد که تمرکز بیشتری بر مأموریت‌های پیچیده‌تر کنیم. مثلا سفر به سیارک‌ها یا بازگشت به ماه. شاید هم سفر به مریخ. علاوه بر نتایج تحقیقات جامع ناسا، دریم چیسر توانسته است 100 میلیون دلار از کمک‌های دولتی را دریافت کند. کمک‌هایی که بخشی از برنامه‌های تشویقی ناسا برای بخش خصوصی است. تا کنون روند کار به این گونه بوده است که آژانس‌های فضایی به شرکت‌ها گفتند که دقیقاً چه کاری باید انجام بدهند. اما ما به طرف مدلی در حرکتیم که حداقل در بعضی از حوزه‌ها خود ما می‌توانیم اهداف خود را تعیین کنیم و به خود صنعت فضانوردی و شرکت‌های خصوصی اجازه بدهیم برای دستیابی به آن هدف تلاش کنند. توریسم فضایی بخش جذاب برای شرکت‌های خصوصی است که آینده آن در بیابانی در نیو مکزیکوی آمریکا رقم می‌خورد. در این بیابان اولین فضاپیمای بخش خصوصی خود را برای سفر به فضا آماده می‌کند. این فضاپیما را شرکت فاستر و شرکا طراحی کرده است و قرار است برای ارائه خدمات به پروازهای مدار زمین از آن استفاده شود. مهندسان آن را به گونه‌ای طراحی کردند که با معیارهای توسعه پایدار همخوانی داشته باشد. اینجا یک ترمینال است که چندین سرویس متفاوت ارائه می‌دهد. 2 آشیانه در هر طرف ساخته شده که هر یک می‌توانند 2 فضاپیما را در خود جای بدهند. این پروژه طرح تجاری جالبی دارد، چرا که تاکنون ما فقط بودجه دولتی داشتیم، اما تا سال 2014 باید بتوانیم بودجه‌مان را خودمان تأمین کنیم. برای رسیدن به چنین قابلیتی ما باید طرح تجاریمان را توانمند کنیم.
مثلا از طریق مسافران فضا کسب درآمد کنیم. راه دیگر کسب درآمد مشتریانی هستند که به عنوان بازدید کننده به اینجا میآیند. شرکت ویرجین گالاکتیک این فرودگاه را برای سفرهای فضایی خود انتخاب کرده است. فضاپیماهای این شرکت مسافران را به ارتفاع 100 کیلومتری زمین میبرد، جایی که میتوان گفت قلمروی فضا رسما آغاز میشود. دقایقی فراموش نشدنی از بی‌وزنی، تجربه است که برای مشتریان حدود $200,000 خرج دارد. صدها نفر بلیط خریدند و منتظر اعزام به فضا هستند. اولین مشتریان این شرکت تا حدود 2 سال دیگر به فضا میروند. ما می‌دانستیم که بسیاری از مردم دنیا رویای سفر به فضا را در سر داشتند، اما حتی بعد از 40 تا 50 سال پس از اولین سفر انسان به ماه، همچنان شمار کمی از انسان‌ها قادر به تجربه سفر فضایی بودند. چنین فرصت تجاری چیزی بود که ریچارد برانسون را به خود جذب کرد. تقاضای فراوان در حالی که عرضه متناسب با آن وجود ندارد. ما فکر کردیم که می‌توانیم وارد این عرصه شویم. فضاپیمای تفریحی ویرجین در آغاز مأموریت به حامل خود متصل است، اما این حامل از آن جدا می شود و فضاپیما می تواند به کمک موتور خود به پروازش ادامه دهد. در آینده چنین پروازهای دور مدار زمین روشی معمول برای حمل و نقل خواهد شد. به نظرم شمار فرودگاه‌های فضاپیما افزایش خواهد داشت. در نهایت مردم به دنبال سفرهایی هستند که از مبدأ اصلی به مقصد اصلی خود بروند. در حالی که پروازهای تجاری در حال گسترشند، چالش‌های مرتبط با آن هم افزایش می‌یابند. همین امر مانع از این می‌شود که شرکت‌های خصوصی بتوانند به سوددهی برسند و پروازهایشان تبدیل به انتخاب‌های اقتصادی برای مشتریان بشود.